این هفته خبر تو خبر داره براتون از عربده کشی نوچه های عظما برای شیخ فری که مبادا دست از پا خطا کنه و بره دنبال ریختن جام زهر تو حلقوم اوزی. نکته دوم، اونایی که برای اولین بار میان باز نگاه کنین چجوری حرف میزنن با مردم، گرچه به این نطقای انتخاباتی خیلی اعتبار نیست چون اینجا همه نگاه میکنن کی چی بگن بیشتر خوششون بیاد بقیه، ولی ببین باز تأکید رو چیه؟ ببین تأکید رو میبره رو عزت در برابر استکبار و کفر، یا وعده عقب نشینی میده و داره میره رو چراغ سبز میده به دشمن، داره بشارت ذلت میده یا عزت. اگر دیدید کسانی بوی سازش میده، بوی تسلیم میده، شجاع نیستن، قاطع نیستن، بدونید قرآن اجازه نمیده اینا بر ما حاکم بشن. هر کس به اینا رأی بده خیانت کرده به جامعه. هشدار این یارو بر سر عقب نشینی حساب و کتاب داره، چون میدونه که اگه سیدعلی یه پله بره عقب دیگه باید تا ته واگذاری ولایتش بره عقب. نقش ثابت حلوا هم متعلق به حداد قاطره که این بار میخواد با تعارف حلوای مستقل بودن روحانی رو بکشه سمت باند خامنه. بنده به رئیس جمهور منتخب جناب آقای روحانی تبریک میگویم، حضوراً هم با ایشان دیدار کردم و تبریک گفتم، حمایت هم میکنیم از ایشان گفتند که من مشی اعتدال رو در پیش میگیرم و مستقل خواهم بود. ما از معتدل بودن و مستقل بودن ایشان قویاً حمایت میکنیم. ناظران آگاه بر این عقیدند این چشمک زدنها به روحانی مثل تعارف لیمو ترش به بچه است که چنگی به دل نمیزنه. Is that good, Laurel? بعد از اینکه رفسنجانی جام زهر خوردن خمینی رو به خامنه‌ای تجویز کرد، بزبز قندی نظام میز آتشبس رو چپ کرد و روش بساط صدور ارتجاع رو چید. توی جنگ 8 ساله شما داشتید تو مرزهای عراق می‌جنگیدید، ولی در واقع داشتید تو مرزهای جهانی می‌جنگیدید. صدای اسلام خواهی امروز آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. علاقه به اسلام شناسی در مردم در آمریکا، اروپا و آسیا و در کل جهان از جنگ 8 ساله ماست. کجا شکست خوردیم ما پیروز شدیم. امام جهانی فکر میکرد، این حکومت جهانی که میگید اصلا انقلاب امام، انقلاب خودش ذاتش انقلاب جهانی بود، انقلاب ایرانی نبود. لذا امام میگفت صدور انقلاب اصلا جز ذات ایدئولوژی انقلاب ماست. حالا بشنوید از این حجت الاسلام کلاغسیا که اومد یه دلیل شرعی برای دروغ گفتن بتراشه، سوتی داد، زیرا به کل هارت و پورتای سیدعلی رو زد. بله. ببینیم توی روایات به صراحت 2-3 مورد از دروغ استثناء شده. یک مورد بحث تقیه است، یعنی بحث سیاسیه تو جنگ، که مثلا الان ما باید لاف بزنیم به دشمن، لاف اقتدار بزنیم، یعنی باید بگیم که ما دستمون پره. اون خودش جزوی از جنگ روانیه. دشمن باید فکر کنه ما خیلی اقتدار داریم. پس یکی از مواردی که دروغ جایزه در برابر دشمنه، به معنای اینکه دشمنو فریب دادن. اینم یک نمونه لاف اقتدار از علی گدا. ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. حالا بریم سراغ یک پیشنهاد تحریم شکن از طرف یکی از مزدبگیران اونور آبی عظما. و این تحریم ها کاملا نقض قوانین بین المللی هستند.
من امیدوارم که با انتخاب رئیس جمهور جدید ایران جناب روحانی فضای مقدار متفاوت بشه و ایران تلاش کنه تا اینکه در عرصه بین‌المللی این تحریم‌ها رو به نوعی علیهش اقامه دعوا کنه. این تئوری‌های دوغکی تلاشی برای سوار کردن خر عظما تو اتوبوس جامعه بین‌المللی، البته تو که چه عرض کنم روی اتوبوس. این مشنگ ناماشنا این دفعه 2 تا نوشیدنی استکباری رو افشا میکنه که از این به بعد خوردنشون برای بسیجی‌ها ممنوع میشه. چای باعث سرطان میشه. اگر یه مقدار چای رو تو حوض بریزید همه ماهی‌ها میمیرن. جهت اطلاعتون، برای معدوم کردن چای فقط باید آتیشش بزنن، هیچ کاریش نمیتونن بکنن. تو دریام نمیشه بریزید. یه گیاه شدیداً سمی است. گفتن همین نوشابه‌ای که به نام پپسی به مردم میدن میخورن، خود کلمه پپسی که الحمدلله زمان طاغوت علما دستور دادن و حرام اعلام کردن که مردم نخوردند و خیلی مؤثر بود، خود کلمه پپسی به کلمه انگلیسی پی اولش میشه پی، ایش میشه ایچ به انگلیسی، پی دومش میشه پنی، بعد اسش میشه سی، بعد آخریش هم میشه اسرائیل. یعنی با هزینه کردن، خرج کردن یه پنی، اون زمان میگفتن پنی، الان میگن مثلا دلار یا مثلا سنت، یورو، حالا هرچی، یه پنی در نگهداری اسرائیل، حفظ اسرائیل کمک کنید. معنای پپسی یعنی این. مشنگ بعدی این بسیجی اروپا رفته است که آه و ناله میکنه چرا به جای دستاوردهای نداشته نظام تو کتابای فارسی داستان پتروس فداکار رو گذاشتن. بابا هلندیا پیغام فرستادن تو رو جان مادرتون اون پتروس رو بردارید. برای چی؟ هلندیا میگن به عقل ما دارن شک میکنن، تو اگه با پتروس حال کردی ما کاری نداریم. نمیشه با یه انگشت سولاخ سد رو نگه داشت. سد میتره که نمیشه. وردارید حالا شما اگه حال میکنید با پتروس بذارید لاغر پتروس مثلا آلمانی بوده، این هلندیه رو وردارید زایه است ببینید. گیر داده پتروس رفت انگشتشو کرد تو سوراخ سد نگه داشت. صدای قورقور قورباغه ها می آمد، پتروس کماکان انگشتش رو نگه داشته بود. یه شیوه مقابله با مشکلات اقتصادی رو این آخوند مبتکر ارائه کرده که ادعا میکنه با داشتن 9 تا بچه همه مشکلات زندگیش رو حل کرده. ما یه تلویزیون عادی داریم که خیلی وقت خاموشه. چرا خاموشه؟ ما با دیدن برنامه کودک مخالفیم؟ نه، چون بچه ها نیاز به دیدن برنامه کودک ندارن، خودشون دارن بازی میکنن. اینو من تأکید میکنم. من اشارم به اون خانواده‌هایی است که میگن ما یه بچه داریم کلافه شدیم. من بهشون میگم چون یه بچه داری کلافه ای. میگم ما 2 تا داریم پدرمون در اومد. میگیم چون 2 تا داری پدرت در اومد. اگر شما 4-5 تا بچه داشتی، اینها با هم بازی بودن، این نیاز به بازی تو کوچه نداشت، نیاز به گیم نت نداشت، نیاز به 1000 مسئله هزینه. خب این ببینید شما همین الان چقدر هزینه کم شد، میرسیم به لباس، پوشاک. نه درآمد نداریم، خیال همه بیننده ها راحت، ما هیچ شغلی نداریم. آره گاهی اوقات ما میریم ما باید راحت باشیم با بیننده. گاهی اوقات میریم تبلیغ، مثلا 1 ماه ماه رمضان میریم تبلیغ، آخر ماه رمضان یک هدیه مردم به ما میدن. درست. از اونجایی که ملت سایه گشت‌های عفاف و حجاب رو با تیر میزنن و کارشون حسابی لنگه، این حاج آقا اوزونپوش اومده تا با احمقانه ترین استدلال ممکن برای گشت‌های ارشاد توجیه بتراشه.
بحث حجاب یه بحث در واقع حتی دینی من میگم نیست. من اعتقاد دارم حجاب یه مسئله است در هستی. حجاب در هستی معنا داره. شما هر بخش برین تو نجوم، برین تو شیمی، برین توی فیزیک، برین توی هر علمی که وارد بشید، هیچ چاره‌ای ندارید مگر اینکه برای در اون علم موضوع حجاب معنا داره. من مثال بزنم، همین زمین برین تو زیست، مثلا فرض بفرمایید که نجوم، لایه اوزون باید باشه، این سایبان باید برای زمین باشه. برید توی سلول بدن انسان، باید غشا داشته باشه تا سلول زنده باشه. ببینید چتر دارن همه امور. درست. یا فرض بفرمایید که حیوانات یا انسان‌ها پوستی که روی بدن ما هست. میخوام بگم حجاب یه مسئله کاملا طبیعی در عالم. اگر کسی با این مخالفت کرد و خواست با این قضیه کلیشه‌ای برخورد بکنه، داره با یه قانون طبیعی و یه قانون همیشگی و دائمی در عالم داره مخالفت میکنه. امسال در ماه رمضان تیوی ریش برای جذب بیننده به برنامه‌های یک نواخت فکس زدن آخوندا دست به ابتکار جدید زد. آخوند روی پشت بوم با الهام از آیت الله بتمن. مثلا میخوام با ضرب المثل شروع کنم. یک ماه همه دست به دست هم دیگه دارن، با هم دیگه بریم بهشت. اینجا بریم پشت بوم. خیلی خوب. هوای همچنان دیدیم مثلا کمیسر. خب آره دیدم. آره بگی بالاتر. خوبه، عالیه. با وجودی که تیوی ریش در این ایام همه کانالاشو پر کرده از عبا و عمامه، ولی باز هم بعضیاشون هنوز طلبکارن و بیشتر از این میخوان. یه موقعی بله ما امروز یه مقدار وقتمون ظاهرا کمتر راجع به گوشه من یک بار گفتن که اشاره بکنم ظاهرا 4-5 دقیقه بیشتر دیگه فرصت نداریم برای گفتمون. نه متاسفانه بحث امام زمان که میشه صدا و سیمای جمهوری اسلامی وقتش میشه 5 دقیقه. خدا خیرت. من دارم میگم کار شعاری نکنم، اینم نمونهش. دلمون خوشه که صدا و سیما یه اطلاع عاشقی پخش کنه 5 دقیقه. بقیه چیزا حالا نمیخوام بگم بد، اونام خوب، ولی بقیه چیزایی که همه صدا و سیما برای اونا تأسیس شده، خدا انشالله ببخشه مسئولین صدا و سیما، خدا انشالله رحمت کنه رفتگانشونو، ولی روز قیامت همه باید جواب بدن به خدا و پیغمبر. ملت پای تلویزیون میشینن 2 تا حدیث اهل بیت پیغمبر رو بشنون، همیشه به اینجا که میرسه وقت تمامه. خدا انشالله همه ما رو رحمت کنه ببخشه. اتفاقا آقای خوشگام حتما تایید میکنه. من دو بارم هم هفته پیش هم هفته قبل نگاه کردم، مردم هم چقدر ناراحت. شما بستون رسانه بیاری، لازم نیست آخوند بیاری، آقا بالاخره 2 تا کلیپ پخش کنیم، ملت کف میزنن، همه راضیان، همه خوشن، همه صفا و صمیمیت و عشق و صفا و عاشقی. شبای ماه رمضان عوض 2 تا آیه قرآن و 2 تا حدیث بزنیم برقصیم. انقلاب اسلامی پس چیه؟ جمهوری اسلامی پس چیه؟ آقایون مسئول صدا و سیما ول کنن بسپرن به یکی دیگه. این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از 34 سال قرتیبازی و رقاصی و فیلم سینمایی خارجی همه جور همه اینا عالی، خب مردم ماهواره تماشا میکنن. الان یه جور شده برای فیلم مذهبی و برنامه مذهبی هم مردم با شبکه ماهواره دینی رو نگاه کنن. این فاجعه است برای صدا و سیما. واقعا برای امام زمان حرکتی بکنن. اینجا درد لازم نیست، اینجا شعار هر کسی بده. بنده اگه الان چفیه گردنم بندازم شعار بدم همه راضیان. بس دیگه، کاه از خودت نیست، کاهدون که از خودته. نشستی تو تیوی ریش ولی بهتر از این نمیشد به سر تا پاش گند بزنی. حالا اگه بخوایم بدونی که برنامه بعدی چی بوده که باید اینو کوتاه میکردن، احتمالا یه چنین برنامه‌ای بوده. آقا شادش کن تا الان دعوا نشد. یه دوست دامادو خودم تو چکی بزنی کنم، سی دوست دامادو خودم تو چکی بزنی کنم. در پایان یه خبر بد برای بسیجی دهنگشاد. این مرد با گذاشتن این فیلم روی یوتیوب بسیجی دهنگشاد رو به چالش کشیده. پیشنهاد میشه که بسیجی دهنگشاد برای دفاع از حیثیت خودش و نظامش یه فیلمی رو دست این تو صفحه فیسبوکش بذاره. باش ما جواب منه عرب این عرب